از اینترنت، از یوتیوب، اینستاگرام پول کار کردن درست است؟ خب اکنون برادرای عزیز، این مسئله های همین زمانوی هستند. آیا از اینترنت، اینستاگرام پول کار کردن این برادر پرسیده است؟ اگر انسانی که مثال در یوتیوب باشه یا در اینستاگرام و دیگر سایت ها یعنی نوارهای اسلامی بپرتاید، قرائت قرآن یعنی بپرتاید، امر معروف و نهی منکر بپرتاید، چیزهای یعنی پند حکمت، نشیدهای اسلامی، چیزهایی که انسانها از او عبرت میگیرن، چنین چیزها اگر بگذاره البته براش معنی نیست، براش درست است، حلال است. یعنی پول کار کردن، تا جای ما پرسیدیم از بعضی برادرهایی که در این شبکه‌های اجتماعی سر کار دارن، گفتن فقط یعنی پول کار کردن از یوتیوب و دیگرش از روی تماشا کردن، به زبان روسی پرسماتر میگن، از روی پرسماتر پول کار میکنن. اگر چیزهای حلال اسلامی باشه البته معنی نیست. یا اینکه بعضی انسان ها یعنی و زمانهایی بگیم رکلام میکنن، اعلان میکنن، یعنی ماشین هایی که مردم از سرحد میبرن یا ماشین هایی که مردم از تاجیکستان میبرن، اینها را یعنی اعلان کردن. یا اینکه مگزین، یک انسانی یعنی سوداگر مگزینش اعلان میکنه که فلان جا مگزین در چیزهای ارزان است، از صاحب مگزین یگان پول بگیری، در این صورت هم معنی نیست، درست است. اما فقط این یعنی فتنه ها و بدی هایی که امروز در اینترنت ها زیاد شده است که همدیگر را جواب میگردن، همدیگر را تحقیر و دشنام میکنن، اگر چنین نوار بگذاری والله قسم این نوار هم حرام است، پول کار کردنش هم حرام است و دیگر یعنی چیزهاش هم حرام است. البته به شرط اگر مقصد و نیتشون اصلاح جامعه باشه درست است برادران، اما اگر بد گناه باشه درست نیست.